حالا همه با هم چه حالی دارن میکنن برا بچ. دیجی که اینجور انرژی بذاره دیگه نگو. نگو مرد دیگه ناز نگو، بیا باز نگو، توی تو بلا. درود، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید. پریسا هستم در کانال پریفان میوزیک. رسیدیم خدمتتون با یک موزیک ویدیویی داغ از موسیقی تاجیکستان از بانو فرهناز. نگو یعنی بگو که بریم بشنویم با هم دیگه و لذت ببریم دور هم دیگه. نظراتتون در کامنت ها بنویسید و پیشنهاد کنید ویدیوهای بیشتر رو دور هم ببینیم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. سریعتر بریم داخل این موزیک ویدیو ببینیم چه خبره. انقدر داغ، آتیش. به نظرت شاده؟ وقتی میگه حس من میگه شاده ریتمش، ولی شعرش ممکنه نباشه. ای بابا. نگو راز نگو، مرد دیگه ناز نگو، بیا باز نگو، ای وای. منی ساده مبتلا، تو نگو بیا توی تو بلا، منی ساده مبتلا، تو نگو بیا چه خوبه صدا. خیلی قشنگه. یعنی از اون آهنگایی که باید یه تیکه گوش داد، از اون آهنگایی که باید 1000 بار پلی کنی تو ماشین، تو فضای مختلف عشق کنی، تو خونه بذاری باش برقصی. یه بیتای خاصی بچهای تاجیکستان رو موزیکاشون میذارن، خیلی حال میده. متوجه شدم، فهمیدم منظورتو. تو نگو بیا حالا سلامی عاشقی، کلامی عاشقی، پیامی عاشقی، سلامی عاشقی، کلامی عاشقی، پیامی عاشقی، نگو تو به من. نگو بلا منی ساده مبتلا، تو نگو بیا توی تو بلا منی ساده مبتلا، تو نگو بیا نگو یاری منی. چقدر اکت پسرمون با من فوق‌العاده است این دیجی ما. آفرین. آفرین. می‌خواستم هم گردنبندش اشاره کنم که یک نماد اصیل اهورامزدایی آریایی، علامت فروهرها یا فروهر هم گفته میشه. بیشتر گفته میشه. خیلی هم خودش خوشکته. فکر کنم واقعا شاید دیجی و تنظیم کننده همین بیتایی که شما خیلی علاقه‌مند شدی بهش خود ایشون باشه. خیلی قشنگه. یه ریتم شاد ولی پر از تغییر ریتم. آفرین. و اون افکتایی که زیرش میاد اون خیلی قشنگه. صدای زیر خیلی خوبه. منی ساده مبتلا، تو نگو بیا نگو یاری منی. جان چقدر خوبه آهنگای شاد واقعا. با تو شدم، با تو دل بیدادم، نروی زیادم، حواس منی نفس منی. با تو شدم، با تو دل بیدادم، نروی زیادم، نرو توی تو بلا منی ساده مبتلا، تو نگو بیا توی تو بلا منی ساده مبتلا، تو نگو بیا نگو یاری منی. حالا همه با هم چه حالی دارن میکنن برا بچ. دیجی که اینجور انرژی بذاره دیگه نگو مرد دیگه ناز نگو، بیا باز نگو، توی تو بلا منی ساده مبتلا، تو نگو بیا
اسم دیجی محترم رو نوشته امانی، جلوش نوشته امانی میوزیک پایین. امانیه دیگه. امانی الان اگه روشو برگردونه یعنی امانی. فضا و لوکیشن خوب و شادیه، خوش انرژی، خیلی پر انرژیه. فکر کنم اینستاگرام داره حتما دیجیه. آره منم منظورم همین بود دقیقاً. وای وای چه بد تموم شد. مهراب میرزا، پرویز اشراف کامرامن. خب شعرم که از بختیاری رحمانیان. میخوام همون دوستمونو ببینم واقعا بوده. اگرم بوده توی تنکسا نوشته نشده. خیلی قشنگ بود، فوق‌العاده بود. چقدر انرژی بخش، چقدر زیاد، بسیار زیاد. من که میدونم لذت بردید. لایک ویدیو رو بزنید. امانی میوزیک از ایران به فارسی زبانان با عشق بسیار عالی. سلام و درود باشه بر این موسیقی‌های شاد که خیلی خوبه. اگه واقعا همه ناسخایی میکنم همه دقیقه دلی بود خالی کردی بیشتر تا اینکه من منم نجاتت بدم. اگه واقعا روزهای آدم اینجوری بگذره که همش با این موسیقی‌ها باشه، واقعا عمر آدم به نظر من خیلی مفیدتر هر چقدر که باشه. شاد گوش کنید و شاد باشید. امیدوارم که لذت برده باشید. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون. تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار.